درسته، این منم، تایلان. امکان نداره. تایلانگ ابدیه و هیچ کس سر راهش قرار نمیگیره، حتی بزرگترینتون، جنگجوی اژدها. وقتشه که یه جانشین برای خودت انتخاب کنی. جانشین واسه چی؟ یه جانشین برای اینکه جنگجوی اژدهای بعدی باشه. که من جنگجوی اژدها قرار نیست باشم. دقیقاً. پس قراره چی باشه؟ وقتی جانشین انتخاب بشه تو به بالاترین مرتبه از کنگ فو میرسی. استاد معنوی دره صلح. جنگجوی اژدها تایلانگ برگشته. تایلانگ برگشته؟ اون متخصص چهره است. میتونه هر فرمی رو به خودش بگیره، هر شکلی که دلش بخواد بشه. استاد فریب، مارمولک دروغ‌ها با چشمان درخشان. اون آفتاب پرسته. تایلانگ طرفدار بزرگ. تو کی هستی و با اون اصلا داری چی کار اینو میکنی؟ یکی از دوستای قدیمیت به من داده.